عبادت الله میکنن در یک مشکلی دوچار میشه سبحان الله اول همون زن خانم ببره میره در نزد خودت و الله قسم در پیش چشمت شو میکنه انا لله و انا الیه راجعون ما از جانب الله سبحانه و تعالی آمدیم و به نزد الله سبحانه و تعالی بازگشت داریم. در اینجا که میبینین طالب جان برادر ما رفیق ما دوست ما با همراه ما به سبحان الله در یک طعام در یک ظرف طعام میخوردیم با هم سبحان الله در یک ماشین میشتیم با هم برادر با هم یک جا بودیم بگیم صحبت میکنیم میخندیدیم گفتی که با بازی میکردیم دیگه و دیگه و دیگهش این روز ای بین ما ترک کرده گرفتگی است این روز در اینجا خواب است این روز بالای هر یک عده ما و شما میآید این روز سبحان الله گفتی که با زن بیوه میکنه فرزندها را یتیم میکنه الله سبحانه و تعالی میفرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم این روز میگه الله سبحانه و تعالی شما را ملک و مال شما یاردم نمیده و فرزندهای شما یاردم نمیده الا من اتى الله بقلب سلیم مگر که انسانانی که نزد الله سبحانه و تعالی بازگشت داشتن به قلبی سالم به قلبی که با طاعت عبادت الله بدن به قلبی که به ذکر یاد عبادت الله بدن که با قرآن زندگی میکردن هر آن چیزی که الله سبحانه و تعالی امر شو کرده بود هر آن چیزی که نهی کرده بود نهی کرده بودن منع کرده بودن هر آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم امرشون میکردن هر آن چیزی که رسول الله نهیشون میکرد از اون چیزا باز داشتن یعنی انها هستن و ازلفت الجنه للمتقین یعنی یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم قلبی سالم همونه که انسان چون کرد با عبادت الله سبحانه و تعالی الله چی میگه و ازلفت الجنه للمتقین الله سبحانه و تعالی برای اهل تقوا جنت را آماده کرده است خوشا به حال انسانانی که چیان اهل تقوا هستند با عبادت الله سبحانه و تعالی هستند از ذکر یاد عبادت الله سبحانه و تعالی دور نیستند و برزت الجحیم للغاوین و همچنان چنان که برای اهل تقوا جنت آماده کرده است و همچنان برای اهل دوزخ جهنم یعنی برای اهل گمراهان انسانانی که اطاعت عبادت الله دور هستند برای اونها الله سبحانه و تعالی یعنی دوزخ را آماده کرده است الله سبحانه و تعالی هر یک ما و شما را از دوزخ نگه بداره و این روز که میبینین که برادر ما و شما در اینجا هست نیاز به دعا داره هر یک کدام شما در حقش دعا کنید که خداوند گناهاش عفو و مغفرت بگردانه حرکت کنید که ملک و مال ما و شما را از یاد عبادت الله دور نکنه زن فرزند والله که این روز دشمنت میشوند الله میگه یوم یفر المرء من اخی برادر از برادر این روز میگریزه یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و این روز والله قسم پدر و مادر از نزد میگریزن و صاحبته و بنی یعنی نزدیکان تو فرزندان تو همش سبحان الله همش میگریزن دوست یار رفیقت که بدن اونها همش میگریزن این روز خودت میمانی و اعمال صالحه و اعمال بدت الله روز میگه اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا او روز میگه چی کتابتی کرده بودی در دنیا همون را میگه بخون چی اعمالی داشته بودی یعنی بعضی به خاطر زن فرزند سبحان الله نه نماز میخونن نه طاعت عبادت الله میکنن در یک مشکلی دوچار میشه سبحان الله اول همون زن خانم ببره میره در نزد خودت و الله قسم در پیش چشمت شو میکنه به خاطر زن ها شده خودتون هلاک نکنین والله قسم بسیاری برادران میدونم که زن هاشون سبحان الله برآمده گرفتگی هستند یعنی به خاطر زن هاش خودتون هلاک نکنین ای عبادت الله دور نشین الله سبحانه و تعالی نگهبان هر یک ما و شما باشه بسیاری ما زن میگیم فرزند میگیم زن میگیم فرزند میگیم یعنی بسیاری برادران میدونم که بعضی بیچاره در اوریه دچار شدگن همون لحظه زمان زنش برآمد رفت بگیم یکم بیمار میشه سبحان الله قرضدار میشه زنش میبره میره یعنی قرضدار به چی خاطر قرضدار میشه به خاطر زن فرزندش که تجارت میکنه بیزنس میکنه تا اینکه اونها نیاز یگون چه نشود الله نگهبان تو باشه چقدر که ما نگیم یعنی کمه الله میگه ایها الذين آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون میگه ای کسانی که ایمان آوردین به الله سبحانه و تعالی شما را هلاک نکنه ملک مال شما از ذکر یاد عبادت شما هر کسی که الله سبحانه و تعالی هلاک کرد گمراه کرد پس اونها چی هستن و من یفعل ذلك هر کسی که با ملک مال
مشغول شید ایاد عبادت الله دور شید، الله میگه اونها ضرر دیده دنیا هستند. نباشیم اون گونه شخصیت هایی که خسر دنیا و الاخره، هم در دنیا ضرر دیدگین و هم در آخرت. الله سبحانه و تعالی ما و شما را از جمله شخصیت های بگردان که با طاعت عبادت الله باشیم و هر ایجا که بگیم اکاجم سجدیس یا که ما در ایجا اگر که باشیم تا اینکه زن فرزندان ما و شما دعاگو باشن. لیک خدای نخواسته حالی که ما با ایجا نرفته زنان ما شو میکنن. سبحان الله. الله نگهبان تو باشه. والله قسم بسیاری حالات رو دیدیم. وقتی که سخنا را من میگم همش از سوزش قلب، ای دل سوزی من که بسیاری حالات را دیده هستم. سبحان الله. حالا که ما یاش جوانیم که بسیاری حالات را دیده هستم که شاید که بگیم حالات هایی که ما بسیار دیدیم، شاید که مردمی که 60-70 سال عمر دیدگن اون حالات را دیده نیستن و شنیدگی نباشن. برای اینکه ما در جامعه هستیم بسیاری اینفورماسیون را زنگ میزنن میگن ما به بسیاری حالات ها میریم اشتراک میکنیم. به خاطر زن فرزند شلختان هلاک نکنیم. الله سبحانه و تعالی براتون زنهای صالحه را نصیب بگردانه، زنهایی که اطاعت عبادت الله نمیکنن، زنهایی که شوهرها را اطاعت نمیکنن، زنهایی که خسر خشتمان حرمت نمیکنن که میگه یا من یا پدر مادرم. الله اون گونه زنها را اول خار ذلیل و نس نابودشون بگردانه. اگر سزاوار هدایت نباشن، اگر سزاوار هدایت باشن، الله هدایتشون و توفیق بندگی را براشون عطا فرماید تا اینکه هم در دنیا عذاب نکشن و هم در آخرت. الله نگهبانتون باشه. در امان الله. السلام علیکم.